خب دسترخوان زیبا سلام سلام علیک و علیکم سلام خوش آمدین لکسی سلام اکا یکم و علیکم سلام خوش آمدین لکسی دسترخوان شال داریم علیم شکری خدا سازیم خوبیم شما خوبین تنجین آواز چخیله دوستانی عزیز آواز خوبه افیر سازه автор дастархони зебо поделился вашим видео. Ташаккури зиёд дастархони зебо барои поделиться кардан. خب دیگر دوام میتیم در این موضوع در این کتاب در موضوع چی بودیم در موضوع فکر میکنم have many چی some any بله some any how much how many اینجا رو گرفتیم خب با فکرم تا همینجا آماده بودیم بله در اینجا تمرین ها هستند تمرین ها رو دوام میتیم some any یعنی اینها رو در این جای خالی میگذاریم look and write میگوید نگاه کن و بنویس there are some plates but there aren't any glasses there are some plates but there aren't any glasses یعنی چی هست اینجا طبق است یعنی some plates یعنی چند طبقه هست بعضی از طبقه هست خب چند تا اگر ترجمه کنیم خوبتر می شود دلشاد تجه سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین و but there aren't any glasses لیکن یگان استکان نیست یگان استکان نیست نمیخواد ترجمه کنیم در زبان ترجمه که یگان استکان نیست یعنی اما در اینجا glasses اومده است استکان ها خب در رقمی خب با ترتیب بریم رقم 2 در رقم 2 چه میگیم there are مثلا پامیدور هست یعنی اینجا پامیدور هست اما کارتوشکا نیست مثلا دلشاد جای بلکسی همجا هستین کار کردن میخواید وقتتون هسته اگر وقتتون باشد مرحمت بفرمایین خب دلشاد جای there aren't some potatoes but there aren't any یکمش tomatoes معذرت خطا خوندم there are some tomatoes but there aren't any potatoes بله درست بلکسی there are some tomatoes but there aren't any potatoes بله درست خب رقم 3 ما همینجا معلم خب تشکر زیاد بلکسی there are some bananas but there aren't any orange there are some bananas but there aren't any oranges بله یعنی oranges
دلشوت ج there are some bananas but there aren't any oranges. بله درست بهترین. خب پایانگیش رقمی 4. خب رقمی 4. دلشوت ج there are some biscuits but there aren't any crepes. Let's see. There are some biscuits but there aren't any crisps. Okay. خب در اینجا میگد look write questions and answers. میگد نگاه کن و سوال و جواب ها رو نویس. sugar, biscuits, coffee, crisps, milk, lemons, sweets, tea. خب چگونه سوال میکنیم؟ مثلا شوگر را نگاه کنیم که از جمله اسمه هست که غیر قابل شمارش است، یعنی حساب کردن نمیشن. این از جمله اسمه هست که حساب کردن نمیشد. is there any sugar is there any sugar is there any sugar یعنی شکر هست، یگون شکر هست اونجا. مثلا yes there are yes there are there any biscuits are there any biscuits no there aren't no there aren't. رقم 3 دلشوت ج is there any coffee no there isn't no there isn't no there isn't. بله درست. let's see is there any coffee no there isn't. بله درست. خب crisps یعقوب جان اومدن. سلام علیکم برادر جان، سازن خوبه انشالله. و علیکم سلام، شکر خدا ساز خوب تنج. شما سازن خوبین؟ خوش آمدین. زمیره اس السلام علیکم، دیر موندم از درس. هیچ گپ ندارد، ما هم یک چند دقیقه سر کردیم. بفرمایید، خیلی خوشحال هستم که آمدین. لکسی are there any crisps yes there are. خب بله درست. کافی را جواب داده نه؟ رقم 3 را جواب داده. بله جواب داده. Are there any crisps yes there are. بله درست. milk شیر. اینجا باید که رسما نگاه کنیم بعد جواب تیم. اگر رسما نگاه کنیم کم ترک شاید حرف میده بیان در اکران. خب اگر نمایان باشن مرحمت بفرمایید. کنی 180 کنیم چی میشته باشه.
خب بله درست شد. در رقم 5 هستیم. خب علیکم سلام، خوش آمدید. Let's see. Is there any milk? Is there any milk? Yes, there is. Yes, there is. بله. دلشوطه جا. Is there any milk? Yes, there is. Yes, there is. بله درست. Lemons. Lemons. آشخانه با بسم الله اومدن. سلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین. یکی از شخصانی که همیشه دستگیری میکردن اومدن. چند وقتی نبودن آشخانه، مشغول بوده یا که کار داشته. خب به هر حال خوش آمدین. آشخانه تی چشم نازم. شکری خدا سوز تنج. شما خوبین تنجن. دلشوطه جا ششم. Are there any lemons? No, there aren't. Are there any lemons? Blacksy? No, there aren't. بله درست، بهترین. رقم 7. Sweets. Sweets یعنی شیرینی می شود، اما قنفیت در نظر دارد، قند. Are there any sweets? Yes, there are. Yes, there are. بله درست. در کامera شاید خوب دیار نباشه، اما در اینجا هست. این همین پاکت یعنی سویتس نوشته شده است، قنفت است. خب رقم 8. آشخانه با بسم الله. خوش باشن تیچه. کمتر سرکار حرکت میکنم، کمتر باشدم و درس های اشتراک کنم. سلامت باشین. تشکر زیاد. کار داشته باشین، از پس کارتان شین حتما. یعنی هر وقت که وقت یافتین مرحمت کنین، ما منتظریم. Blacksy. Is there any tea? No, there isn't. بله درست. بچه خیره. بله بچه هستم. خب تی رو جواب داده نه؟ تی. بله درست. یعنی این تمرین رو کار کردیم. میگذاریم با تمرین دیگر. Write questions and answers. یعنی باز به مثل بالا، یعنی سوال ها و جواب ها رو نویسیم. در اینجا نگاه کنین، علامتی سوال هست و علامتی یعنی صحیح یا که درست بگیم. سوال میتیم و باید که بنان جمله تصدیقی باشد، یعنی کلمه بنانس در جمله تصدیقی باشد. مثلا در اینجا میگوید Have you got any sandwiches? Have you got any sandwiches? No, but I have got some bananas. خب و مثل همین orange juice, lemonade, apples, strawberries, milk, yogurt. مرحمت بفرمایین. رقم 2 یعنی که آماده هست جواب گوید.
رقم 2. خب مشغول هستیم فکر میکنم. خب رقم 2 مثلا orange juice یعنی شربتی افلسون. Have you got orange juice? Have you got any orange juice؟ مثلا یگان شربتی افلسونی دارین؟ No, but I've got some lemonade. Some lemonade. خب جواب دادن اینجا دلشوت جه Have you got orange juice? No, but I've got some lemonade. درست. Black Sea. Have you got any orange juice? No, but I've got some lemonade. درست. Time is gold اومدن. سلام با همه و علیکم سلام. خوش آمدین. Time is gold. خب رقمی 3. Time is gold در اینجا سوال میکنیم. یعنی سوال میکنیم که یگان سیو دارین شما و در جواب میگیم نه سیو نداریم لیکن چی داریم؟ قلفینای داریم یا که همون کلوبنیک مثلا. رقم 3 مرحمت اگر آماده باشین جواب تین. افیر چسبید از دوستان چی؟ Have you got any apples? No, but I've got strawberries. بله. Lexi, have you got any apples? No, but I've got some strawberries. Strawberries Lexi همون چیش نوشته نمیشه. why یکی هست که همون why نوشته نمیشه. strawberries. یعنی y نوشته نمیشود IES نوشته میشود. غریب بچه بچه رحمت اپای زیبایم دسته خون زیبا بچه خیلی نویسین کمیه. استاد در پناه الله باشه. ما در 23 و 37 شد. خب مالش خوش آمدین و فکرم یعقوب جان هستن اگر خطا نکنم. خب خدا نگهدار. خب بخشش برادرم کمترک کارمون اومد. اینجا تایم از گل نوشتن. رقم 4 Have you got any milk? No, but I've got yogurt. درست. غریب بچه عاشق رحمت شما هم در پناه الله باشین. عزیز بابایف در پناه آفریدگار باشین. سلامت باشین. Lexi,
Have you got any milk? No, but I have got yogurt. کی بلکسی ای یogurt نمی شود یogurt. دلشو تجه have you got any milk? No, but I have got yogurt. I have got yogurt. به خاطر چی ای نمی شود؟ به خاطر که از جمله اسمهای غیر قابل شمارش است به اون خاطر ای نمیگیرد. خب ساعتم 9:40 شد. موضوع چی باشه؟ Zoe and her friends are at the It's More Cafe. What do they want to eat? خب اینجا موضوع دراز است. این را با پگاه میمونیم. خب در اینجا به همین قدر اکتفا میکنیم. اگر سوال پیشنهاد باشن مرحمت بفرمایین، اگر نباشن خب افیری ما چسبیده است. درس به انجام رسانیم. معذرت که امروز افیر غم داده است. افیری ما چسبیده است. بلکسی اگر یکون چی نوشتنی باشین مرحمت منتظر تونیم که یکون بها ماها اگر گذاشتنی باشین منتظر تونیم. اگر نباشد بعدا جمع بس کنیم. دلشد 12 بلکسی 12 بهترین. تشکر زیاد از همتون برای اشتراکتون، خصوصا بلکسی و دلشد تجی. افیر زیادی باید چسبیده است. دیگه فکر میکنم دوام ندیم بهتر میشه. پگه با دوام میتیم. خب دلشد تجی thank you my teacher good night دلشد تجی بلکسی دلشد با اتون 5 تاج ولاگ سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین تاج ولاگ. بلکسی خداحافظ شب خوشکه و شما نیز شب خوش خدا نگهدار. خب دوستان عزیز در اینجا افیری امروزه را میخوایم به انجام برسانیم و باز فردا ساعت 8 زبانی ترکی 9 زبانی انگلیسی. ای مردمی بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید سربلند باشین. شب خوش برای یکایک شما تمنا داریم.